سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز کلاسمون. درس امروزمون نحوه سوال پرسیدن با whose در زمان حال استمراریه و مثل همیشه حتما قبل از شروع درس description یعنی توضیحات پایین ویدیو رو کامل مطالعه کنید و درس ها رو از اول یعنی مقدمه شروع کنید. لینک مقدمه و درس های قبلی هم همونجا و در پلیلیست قرار دادم تا دسترسی براتون راحت تر باشه. بریم سراغ درسمون. همونطور که در درس whose در زمان حال ساده توضیح دادم، whose یعنی مال چه کسی. پس وقتی مالکیت رو میخوام سوال کنم باید با whose سوالم رو بپرسم و در روی سوال مالکیت رو حذف میکنم. یه مثال ببینیم تا مطلب کاملا روشن بشه. به عنوان مثال میخوام بپرسم که کفش چه کسی رو داری میپوشی؟ یعنی یه نفر در حال پوشیدن کفش هستش و من ازش میخوام بپرسم که اون کفش مال چه کسیه؟ پس WH هم که همون whose هستش رو اول سوالم قرار میدم. بعد از whose چون جمله‌ام در زمان حال استمراری اتفاق میفته پس به یک فعل to be نیاز دارم. حال استمراری در درس مربوطه کاملا توضیح داده شده. میتونید از پلیلیست پیداش کنید و تماشا کنید. این سوال رو چون دارم از تو میپرسم پس فعل to be من باید are باشه. میدونیم که فعل to be برای تو یعنی you are هستش. ولی قبل از فعل to be ما باید اون کفشی که داره پوشیده میشه رو بیاریم بنویسیم بعد از whose. پس داریم whose shoes. shoes یعنی کفش یا کفش ها. whose shoes کفش های چه کسی. و بعد از shoes میتونم فعل to be که اینجا are هست رو بیارم. whose shoes are و بعد فاعلم که همون you هستش یعنی کسی که داره کفش ها رو میپوشه همون you هست. پس whose shoes are you و در آخر فعلم همراه با ing که فعلم پوشیدن هستش wear و همراه با ing میشه wearing. پس داریم whose shoes are you wearing کفشای کیو داری میپوشی و جواب میشه I'm wearing Mary's shoes یعنی من کفشای مری رو دارم میپوشم که میتونیم به جای مری یه اسم دیگه جایگزین کنیم. پس در واقع یا من دارم همین الان این کفش ها رو میپوشم در حال پوشیدن کفش هستم و یا اینکه کفش ها رو پوشیدم و این کفش ها در حال حاضر پام هستن. پس برای این نوع جمله هم میتونیم حال استمراری استفاده کنیم. یه مثال دیگه میخوام بپرسم کتاب کیو داره میخونه یعنی او کتاب کیو داره میخونه. خب طبق معمول WH هم اول سوال whose بعد از whose نمیگم همیشه ولی معمولا اون اسم یا وسیله‌ای که میخوایم در مورد مالکیتش بپرسیم میاد که اینجا کتاب یعنی بوک هستش. پس whose book. بعد از book همانند مثالهای قبلی فعل to be که اینجا فعل to be برای او is خواهد بود چون در واقع پرسیدم او کتاب کیو داره میخونه پس فعل to be او یا he یا she همون is هستش. پس فاعلم او هستش و برای او is به کار میره. داریم whose book is he or she. او اگه پسر باشه he اگه دختر باشه she.
حالا او که یا هی یا شی میشه اونا رو میارم و بعد فعلم که خواندن هستش همراه با ing. خواندن میشه read، همراه با ing میشه reading. Whose book is he or she reading؟ که جوابشم میشه he or she is reading my book. یعنی او داره کتاب من رو میخونه. و یا فقط میتونیم بگیم my book، دیگه اول جمله رو نیاز نیست بیاریم. مثال بعدی رو بریم. میخوام بپرسم که این سگ با کلاه کی داره بازی میکنه؟ مثل همیشه whose اول سوالم قرار میگیره. بعد از whose ما داریم در مورد چی سوال میپرسیم که مالکیت داره؟ بله، کلاه که میشه hat. whose hat. بعد از hat فعل to be که برای یک سگ میشه is. چطور که برای it is به کار می بردیم، یک سگ هم مثل it هستش که فعل to beش میشه is. پس whose hat is و فاعل جمله که این سگ هست. whose hat is this dog. this dog همون این سگه که به جای این سگ میتونیم it هم به کار ببریم. whose hat is it و فعل جمله که بازی کردن هست play به اضافه ing playing. whose hat is this dog playing. و در آخر یه دونه با داشتیم که گفتیم با کلاه کی. همون با میشه with که در آخر میاد. Whose hat is this dog playing with؟ پس حرف اضافه با رو هم در آخر اضافه میکنیم و جوابش میشه It's playing with Sherry's hat. یعنی داره با کلاه شری بازی میکنه. مثال بعدی. میخوام بگم که شماره کیو داری میگیری؟ مثل همیشه whose اول سوالم میاد. بعد از whose شماره که همون میشه number. whose number. بعد فعل to be که اینجا فاعلم چون you هستش، چون از you دارم سوال میپرسم، پس فعل to be برای you are میشه. whose number are و بعد فاعلم که همون you هست، چون میپرسم که تو داری شماره کیو میگیری، پس whose number are you و فعل اصلیم همراه با ing dial یعنی گرفتن شماره، همراه با ing dialing. whose number are you dialing؟ که جوابش هم میگه I'm dialing my sister's number، یعنی دارم شماره خواهرم رو میگیرم. و یه مثال دیگه هم با they. بپرسیم که اونا یعنی آنها در کلاس چه کسی نشستند؟ یعنی در حال حاضر در کلاس چه کسی نشستن؟ whose اول سوال، بعد کلاس whose class، بعد فعل to be که اینجا برای آنها یعنی they، فعل to be are هستش، پس میشه whose class are. بعد فاعلم که همون آنها یعنی they هست میارم whose class are they. بعد فعل اصلیم که همون نشستن هست همراه با ing whose class are they sitting. و در آخر اون حرف اضافه که داریم در کلاس چه کسی، همون در رو در آخر میارم، میشه whose class are they sitting in که این همون در هستش. جواب میشه
they're sitting in Mrs. Tabrizi's class. Mrs. Tabrizi's class رو که نوشتم نشانه مالکیت هستش که در درس مربوط به مالکیت کاملا توضیح خواهم داد و همونطور که میبینید وقتی به اسم کسی آپوستروف اس اضافه میشه مالک بودن اون شخص رو میرسونه. همونطور که دیدین فرمول همشون یکی هستش، یعنی اول WH، بعد اسمی که مالکیتش پرسیده شده، بعد فعل to be و بعد فعل اصلی همراه با ing و اگر حرف اضافه‌ای باشه در آخر میاریم. الان از شما میخوام که یه سوال مثل همین مثال هایی که براتون گفتم بپرسین و همراه با جوابش در کامنت ها برام بنویسین تا 1 ماه عضویت رایگان کانال رفع اشکال تلگرام رو از من بگیرید. روزتون سرشار از خنده های خوشحالی. Have nice time till next session.